قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز با هم در یکی از مسئله هایی که هم در شریعت اختلافی هست و هم به یکی از مسائلی که بسیاری از مردم به آن یا خیلی شدیداً نگاه میکنن و بعضی خیلی به آن تساهلانه یا خود خیلی سبک میگیرند، درباره نظری شریعت عائد شخصان بینما صحبت میکنیم. اگر به نظر شریعت عائد شخصان بی نماز نگاه کنیم یا حکم تارک الصلات نگاه کنیم، پیش از همه عزیزان در این مسئله باید بدانیم که وقتی میگویند نماز و یا میگویند شخصی نماز خوان، بعضی ها میگویند گویا که نماز یک چیز عادی هست که اگر نخوانید هم میشود و بعضی ها حتی نماز را به سن و سال معین میگذارند و به همه تا معلوم است که حتی در مساجد تاجیکستان نفرانی که سنشان به 18 نرسیده است به مسجد در آمدن را منع میکنند و گویا که نماز برای فرد مسلمان چه زن چه مرد از 18 سالگی فرض می شده باشد و تقریبا اگرچه ما در تاجیکستان کلا مسلمان هستیم و هیچ کسی به جز یک عده قلیل اندک ادعا نمی کند که این مسلمان نیست، اما در یگان مکتب، در یگان جایهای تربیوی شنیده نمی شود که کودکان باید نماز را یاد گیرند، برای آنکه اگر امتا نگاه کنیم مسلمان اسلام را با نماز می شناسند و نظر شریعت عائد شخصانی که عموما نماز نمی خوانند و یا نفرانی که نماز را گاهی میخوانند گاهی نمیخوانند و نفرانی که فقط از روی تنبلی نمیخوانند ولیکن میدانند که این کارشون هم گناه است و به گردن میگیرند که فرض الله را ترک کرده ایستادند. نظر شریعت به این چه است و اسلام در این باره چی میگوید؟ و این مسئله را پیش از آن که درباره صحبت کنیم، امروزها خیلی زیاد میشنویم که یگان نفر برآمده است و درباره نفران بی نماز، یعنی هر کسی که نماز نمیخواند کاملا از دین خارج شده است میگویند. برای همین هم در دو سه برنامه آخران که درباره اساسا طلاق و مسئله های نکاح بود، خیلی زیاد سوال درباره اون میرفت که آیا داماد عروسی بی نماز می شود که نکاح کنند؟ آیا شخصی بی نماز طلاق ندهد هم زنش می تواند برآمده رود؟ و حتی نفرانی هم هستند که میگویند به پدر و مادر بی نمازی که آنها نماز نخوانده فوتیده اند دعا کنیم یا دعا نکنیم. و از همه بدترش ایده هم پیدا شدند که میگویند به جنازه نفرانی که نماز نمیخوانند رفتن گناه است، یعنی کاملا نفرانی نماز نمیخوانده را از شریعت خارج میکنند. ولی درباره این که در اصل آیا همین چیز در شریعت وجود دارد و یا نه و اسلام درباره شخصان بی نماز چی میگوید، بیایید این مسئله را از نزدیک ببینیم و ببینیم که رأی علما و رأی صاحبان مذهب و این چنین علمای زمان معاصر چی می باشد. و اینجا اگر به ترک کردن نماز نگاه کنیم، پیش از همه این مسئله اتفاقی است بین تمام علما، یعنی یگان نفر هم در اینجا خلاف نیست که هر کسی که میگوید که نماز از اسلام نیست و من نماز را نمیخوانم یا دانم هم من به گردن نمیگیرم و این چیز را ترک میکند، کاملا با جهود. یک دقیقه شاید صدا نرفته ایستاده است.
عذر زیاد شد، اینجا مشکلی تکنیکی شد، چون در صحبت آنلاینی قرار داریم. گاهی می شود که اینترنت قطع می شود و یا مشکلی دیگری می شود. از یکایک شما پوزش می خواهم. پس اینجا می بینیم که در نزد جمهور علما و این مسئله اتفاقی است که هر کسی که یکی از فرضهای شناخته شده اسلام را انکار می کند، خواه نماز باشد، خواه روزه باشد، خواه اینکه از مسئله های زکات باشد و حجاب باشد، هر چیزی که فرض است برای فرض بودنش دلیل قطعی هست و این رو دیده و دانسته هر کسی که من به این باور ندارم، من قبول نمی کنم میگوید، در حالی که دلیل رو به او می آوریم و در حالی که او خودش میداند که الکی این مسئله و مسئله های خیلی پهن شده هستند، در نزد جمهور علما اون انسان مسلمان حساب نمی شود. یعنی کسی که فرض بودن نماز رو انکار کرد و گفت نماز فرض نیست، یا فرض باشد هم خودش برای خود با عناد گفت که من هرگز این چیز رو نمیخوانم، این مسئله اتفاقی است. ولیکن چیز دیگر هست. هر کجایی که درباره انکار کننده های نماز میخوانیم، در آنجا میبینیم که نفرانی هستند که از روی ندانستن نماز نخواندن، یعنی سالهای دراز آنها نماز نخواندن. آن هم سببش این بود که فرض بودن نماز و رکن پنجگانه اسلام بودن نماز و سببی داخل شدن و جهنم بودن نماز نخوانده ها را، یعنی نفرانی که نماز نمیخوانند، این سبب اساسی برای داخل شدن آنها به جهنم می شود، اینها را نمی دانستند. و وقتی به آنها گفته می شود که این همه سال نماز نمیخواندید، آنها میگویند برای آن که من این چیز فرض بودنش رو نمیدانستم. علل خصوص در تاجیکستان ما که سالهای دراز آن که حکومت شوروی و قانونهای کمونیستی کفر بالای مردم مسلمان حکم کرد، تقریبا از نماز کسی به کسی نمی گفت و خیلی زیاد خواهرانی هستند که میگویند مادر من در 50 سالگی نماز خواندن، پدر من در 60 سالگی نماز خواندن، من خودم بعد از 24 سالگی، اون هم وقتی از تاجیکستان خارج شدم، نماز رو فهمیدم. مسئله این گونه نفرانی که در حقیقت دلیل واضح هست که اینها در جای زیستند که به اینها فرض بودن نماز رو کسی بیان نکرد و جهل یا عموماً ندانستن شریعت و ندانستن فرضها به اینها سبب شد که نماز نخواندن. این مسئله اتفاقی هست که اینها رو هرگز گفته نمیتوانید که این همه سال تو کافر بودی یا این همه سال زندگی که کردی تماما از اسلام دور بود، اگر میمردی به ناگهان جنازه تو روا نمی بود. اینها رو گفته نمی شود. برای آنکه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول، این آیت است در سوره اسراء که هرگز الله کسی را پیش از آن که به او حجت یا دلیل واضح فرستد عذاب نمی دهد و هرگاهی که از روی جهل و نادانی که در حقیقت برای آن نفر جاهل بودنش دلیل داریم، یا به حالت خودش و یا اینکه به زمانی که او در همان زمان زندگی کرد، به مکانی که در یک مکان زندگی کرد که محیط و اطراف برای او هرگز اجازه نمیداد که از شریعت بخبر شود، پس او را نمی شود گفت که این نفر تماما مسلمان نبود. این مسئله را مثلا به کتاب امام شافعی نگاه کنیم، هم به دیگر کتاب های مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه نگاه کنیم، هم به کتاب مغنی ابن قدامه که یکی از مشهورترین کتاب های فقه علل خصوص تمام مذاهب را در بر میگیرد، با دلیلشان نگاه کنیم. اینجا همیشه گفته می شود که اگر کسی نماز نمیخواند یا کسی نماز نمیخواند، شتاب بالای او حکم نکرده، اول از او باید پرسیده شود که چرا نماز نخواندی یا نمیخوانی، آیا بیماری یا بیخبر از فرض بودن نماز هستی و یا اینکه تنبلی داره که وسوسه ها تو را نمیماند، یا اینکه در حقیقت از نفرانی هستی که گمان میکنی فقط با شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله اگرچه نماز نخوانیم هم عملها را نکنیم هم داخل جنت میشویم، که این از عقیده اهل سنت و جماعت نیست. چون در ما ایمان همیشه هم اعتقاد است، هم قول است، هم عمل است. یعنی مسلمانی هست که هم با قلب ایمان داشته باشد، هم با زبانش آن را بگوید و این چنین
در عمل جسمانی در او ما ظاهر اسلام و عملهای اسلام را ببینیم. پس اینجا نفرانی که سالهای دراز در شوروی زندگی کردند یا سالهای دراز در گفته بعضی از علما که علل خصوص علامه ابن عثیمین میگویند در بادیه در جای زندگی کردند که در اطراف یگان عالم کسی نبود و به اینها فرض بودن نماز را کسی نفهمانید، از پیش خود دویده و آنها حکم کرده نمی شود و این رو ما میگوییم جهلشان، محیط زیستشان از زمانی که آنها زندگی کردن برای آنها اجازه نداد که فرض بودن نماز را بدانند و خیلی زیاد خواهرانی که درباره مادرشان میگویند که خیلی غمگین است و سالهایی که او از دست داد با بینمازی، یا مثلا درباره پدرشان حتی خیلی ها درباره خودشان میگویند که من شخصا در اینجا میدانم که من تا همین روز گمان میکردم نماز چیزی است که خواندید ثواب میگیرید، اگر نخواندید هیچ مشکلی نمیشود و علل خصوص اگر نماز را خواندید برای سلامتیتان و برای عموما جسمتان فایده دارد، اما اینکه فرق بین مسلمان و بین کافر این اقامت نماز است یا اینکه حدیث های دیگری که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره نماز گفتگی هستند اینها را من تماما درباره اشان خبر نداشتم. پس یک بار تو خبر داشتی نداشتی باید خبر می داشتی گویند بالای او حکم کردن عموما هم دور از شریعت است، هم به انصافی است و در همه جا باید مراعات زمان و احوال و خودی اطرافیان یعنی محیط را داشته باشیم. و درباره نماز خیلی که گفتم زیادی ها الحمدلله مسلمان هستیم میگویند، مسلمان زاده هستیم میگویند. درباره اگر مثلا مرگ زندگی صحبت کردید حتما میدانند که کودک باید ختنه شود، در گوشش باید اذان شود، در وقت مرگ حتما شستن و کفن باشد، نماز جنازه باشد و برای مرده ها همیشه دعا و برایشان قرآن خوانده بخشیدن و این چیزها رو کاملا میدونن. اما در مسئله نماز یعنی خیلی زیاد در کشور خودمون تاجیکستان هم مردمی زیادی هستند که فقط به خاطر یک دو روز عزاداری بعضی ها نماز میخوانند، بعضی ها هستند که فقط به خاطر ماه رمضان، بعضی ها فقط در یک هفته به نماز جمعه میروند، بعضی ها هستند که یگانه در نماز جنازه علل خصوص بعضی نفران مشهور رو فقط در نماز جنازه مردم دیدگی هستند، در حیات کسی ندیده است که آنها نماز خوانده باشند، در حالی که هم در قرآن کریم هم در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آنقدر درباره نماز علل خصوص ترک کننده های نماز وعیدها آمده است که از این وعیدها نگاه کرده بعضی از علما از جمله قول دیگری در مذهب امام احمد حنبل و بعضی از علمای معاصر حتی علامه ابن باز و بعضی از علمای دیگری عربستان سعودی این رو گرفته میگویند. بعضی سخنهای تابعین هم هست که میگویند دیگر شما اگر از روی تنبلی نماز نخوندید، فقط مقصد تنبلی است، میدونید که نماز فرض است لیکن تنبلی عموما خود را مسلمان گفته نمیتوانید. یعنی مسئله خیلی جدی هست. اگرچه جمهور علما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، در مذهب امام شافعی، در مذهب امام مالک و این رو در شرح صحیح مسلم حتی امام نووی اجماعی اکثر علما ببخشید اجماعی جمهور علما را میارند که اینجا نفری که از روی تنبلی نماز نمیخواند یعنی تنبلی کرده نماز نمیخواند اگرچه گناهش گناه کبیر است و حتی بعضی از علما مثل ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند اگر حکومت اسلامی باشد او حتما باید سجن کرده شود، شلاق زده شود تا که توبه کند. بعضی از علمای دیگر میگویند حکمش تماما قتل است، یعنی گناهش گناه کبیره است، از خوردن مال حرام، از زنا، از دزدی، از همش هم بدتر ترک کردن نماز است. لیکن میگویند او را هرگز کافر گفته نمی شود برای آنکه ادله دیگر هم هست که برای تنبلی نفران مسلمانی نماز نمیخونده را نمیتوان ما بگوییم که او تماما کافر است که دربارش کمی بعد باز تفصیلا میگویم. و اینجا الله میگوید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیه، یعنی قومی می آیند که نماز را یا اینکه قومی آمدن بعد از رفتن پیامبرانشان که نماز را اولا ضایع کردن، یعنی در هر یک
امتی که پیش از ما بود، هر یک پیامبری که می اومد در آنها هم نماز بود، اما شکل نماز آنها چگونه که روزه آنها دیگرگون بود، از نماز ما فرق میکرد. و اولین کاری که بعد از مرگ پیامبرشان میکردن این ضایع کردن نماز و از پی هوا و شهوت های خود رفتن که فسوف یلقون غی میگوید الله. این گونه انسان ها، آنهایی که نماز را ضایع میکنن یا در وقتش نمیخونن یا عموما نماز را به خاطر تنبلی، به خاطر تجارت، به خاطر کاروبار، بعضیا به خاطر کودک داشتن، بعضیا به خاطر بیماری نمیخونن، اینها را جزایش را الله میگویند یلقون غی، یعنی آنها را پرتافته می شود به داخل غی، که بعضی ها میگویند غی نام یکی از درهای جهنم است، بعضی ها میگویند به خسران و به عاقبت وای که وقتی که روز قیامت می شود اینها با دستان خالی برمیخیزند. و اینجا عزیزان مسئله نماز خیلی که گفتم خیلی زیاده هستند که وقتی درباره نماز گفته می شود میگویند الحمدلله پدر و مادر من نمازخوان هستند، اهل عائله‌ام هست، من فقط به خاطر کار، اینکه در جای کارم خیلی زیاد مشغول هستم نماز خواندن نمیتوانم. بعضی ها میگویند به خاطر کودکم نماز خواندن نمیتوانم. بعضی ها میگویند من کمی بیمار هستم به خاطر بیماری، در حالی که دین ما دین یسر حنیف است، دین خیلی آسان است که همیشه در دین برای خود ما میتوانیم راه پیدا کنیم. تمام بیماران و عمران ابن حسین وقتی بیمار میشوند پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند میتوانی نشسته نماز خوانی، میتوانی حتی خواب کرده به یک پهلو گشته نماز خوانی. و اینجا نفرانی که کار میکنن حتمی نیست که آنها همه سنت ها رو خوانند. گاهی میشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی سنت های نماز رو ترک میکردن یا دیرتر میخواندن. میشود که نفرانی که در کار هستند فقط فرض نمازشان رو خوانند. یعنی مهم این است که این نمازهایی که کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا میگوید الله در وقتش خوانده شود و اساسا فرض است و هیچ نافله، یعنی کسایی که میگن من بسیار تسبیح میگویم، بسیار دعایم رو میخونم اما راست که نماز نمیخونم، اینجا مسئله هست که اولین چیزی که از روی آن در روز قیامت محاسبه میشویم و اولین چیزی که مؤمن با آن ایمانش آشکار و صاف است این نماز است. یعنی وقت نماز وجود ندارد بقیه عملها همش تماما در نزد الله قدر و قیمت ندارند، که حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که یگانه نماز عصر را ترک کرد دیگر حبیط عمله، عملهای او برباد رفته است. برای همین عزیزان به این مسئله باید خیلی خیلی جدی نگاه کرد. یعنی نگفت که نه میشود که مسلمان هم بی نماز باشد، میشود که من بعداً در 60 سالگی یا در 70 سالگی خوانم. و حتی در حدیثی که در صحیح مسلم است، حدیث جابر رضی الله عنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند این بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاة، یعنی فرق بین مرد مسلمان و بین شرک و کفر این ترک کردن نماز است. امام نووی در شرح همین حدیث میگویند وقتی که شما نماز را ترک کردید دیگر اولین قدم را به کفر نهادید. ما نمیگوییم که دیگر شما کسی که نماز را البته به خاطر تنبلی یا به خاطر مشغول بودنش ترک کرد، نه اینکه این کار کرده، چگونه که در پیشتر گفتم وقتی نماز را کاملا این کار میکنن و گفته میشود که آیت هست، حدیث است و نماز از ارکان اسلام است، باز میگویند نماز برای من نیست، این برای خودتان است، برای آدم‌های پیر است، از مسجد و از نماز چیزی نیست. این مسئله اتفاقی است که اون نفر رو مسلمان گفته نمیشود، نه به او جنازه خوانده میشود، نه در حقش دعا کرده میشود، مگر اینکه به او فهمانده شود و توبه کند و باز برگردد. پس اینجا وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی گفتن بین مرد، یعنی بین مرد مسلمان و شرک کفر، یعنی فرقی که شما دارید این نماز است، این مسئله از آن مسئله های خیلی کوچکی نیست که ما اینجا بگوییم که هر کسی که خوان می شود نخواند نمی شود. و فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، کلمه ساهون در همین آیت که وای بر حال نمازگزارانی که در نمازشان سهلنگاری میکنند، اینجا در تفسیرش آمده است که نفرانی که گاه نماز میخوانند گاه نماز نمیخوانند، یا نفرانی که مثل منافقین خیلی خیلی شتاب نماز میخوانند. پس وقتی الله میگوید وای بر حالتان وقتی شما بعضا نماز میخوانید بعضا نماز نمیخوانید، یا نماز رو خیلی
خیلی با شتاب میخونید و به کارهای دنیا مشغولید، پس نفرانی که کلا نماز رو ترک کردن احوال آنها چی میشده باشد؟ این مسئله یعنی مسئله که بی نمازی است عزیزان خیلی در تاجیکستان زیاد است و خیلی زیاد هستند عائله هایی که در آنجا شاید یک نفر نماز خوانند، آن هم مادر بزرگ یا پدر بزرگ، یا عائله هایی هستند که در آنجا نماز هست اما به خاطر ترس از پدر، ترس از مادر یا ترس از شوهر، و یا مردهایی هستند که به خاطر گرد و اطراف وقتی جماعت را میبینند نماز میخوانند، وقتی تنها هستند نماز را ضایع میکنند. در این باب باید همدیگر را نصیحت کنیم، در این باب باید درباره فضل نماز و این چنین درباره تاریک نماز، آنهایی که نماز را ترک میکنند گناهش چی است، این مسئله را همه داند و به همدیگر فهمانیم، برای آنکه خیلی علل خصوص خود نماز که از فرضهای پنجگانه یا بنای پنجگانه اسلام است وقتی ترک شد، چه خیلی که گفتم این مسئله از آن مسئله های عادی نیست که مثل صدقه است و ندهید شما گناهگار نمیشوید، دهید ثواب میگیرید. نماز از مسئله های جدی تر از آن است. اکنون بیاید برگردیم به قول علما، یعنی درباره نماز، یعنی کسی که نماز نخوند و آن هم از روی تنبلی، شاید سالها نماز نخوند، شاید یک چند سال نماز نخوند، یا بعضی نفرانی هستند که میگویند که مادر من الان نماز نمیخواند، یا خواهرانی هستند که میگویند شوهر من نماز نمیخواند در حالی که من نماز میخوانم، این کار نمیکند، میگوید من بعداً میخوانم، تو خوان بعداً میخوانم، یا اینکه همین کارم که تمام شد من نماز را شروع میکنم. اینها چی میشوند؟ من شنیدم که اینها تماما مسلمان نیستند. ما چیکار کنیم در این باره؟ یعنی کسایی که نماز نمیخوانند به خاطر تنبلی یا گفتیم سهلنگاری که این چیز رو خیلی سبک میگیرند و گمان میکنند که اگر نخوانید هم اونقدر گناهش وزمی نیست، اینها حالشان چی میشود؟ آیا اینها مسلمان هستند و یا اینکه مسلمان نیستند؟ برای اونکه خیلی زیاد در این مسئله الان چگونه که گفتیم بعضی از برادرانی هستند که در حالی که طالب علم هستند و مسئله اختلافی است، فقط سخنی یک چند علما علل خصوص مثلا عالم هایی که خودشان آنها را طرفگیری میکنند یا گفتیم به همون فکر خودشان راست می آید، فقط سخنی آنها رو گرفته زیادی ها رو دیگر به پدر و مادرت نماز خوانده بخشیدنت یا در حقش دعا کردنت جایز نیست، دیگر تو باید حتما از شوهرت جدا شوی اگر نماز نمی خوانده باشد، دیگر باید به خویش و تبارت برسانی که روزه گرفتنشان فایده ندارد، آنها مسلمان نیستند چون نماز نمی خواندند. این سخن ها زیاد است، ولیکن اینجا این مسئله اختلافی گفتیم از زمان صحابگان آمده است. برای چی یک مسئله در اسلام اختلافی می شود؟ برای اون که در این باره حدیث ها می آیند که یکی حدیث به معنای دیگر، حدیث دیگر به معنای دیگر، و زمان باید حکم کرد که تمام حدیث ها رو از همه اطرافش جمع کنیم. اولا چگونه که حدیثی که در صحیح مسلم است، این بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاة، یعنی فرق بین مرد مسلمان و غیر مسلمان این ترک کردن نماز است، و این چنین العهد الذی بیننا و بینهم صلاة، این حدیث را که در کتاب های سنن دیگر به جز صحیح بخاری مسلم آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند عهدی که یا فرق اساسی که پیمانی اساسی که بین ما و بین یهود و نصارا و یا کفار هست این نماز است. فمن ترکها فقط کفر، کسی که نماز را ترک کرد دیگر او کافر شد، از دین برآمد. انا این حدیث است و این حدیث ها را گرفته و این چنین آیتی که در سوره مدثر آمده است، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، فقط همین جا رو میگیرن، یعنی چی شما را به دوزخ پرتافت؟ گفتن ما از اهل نماز نبودیم. یعنی اینجا رو گرفته میگویند کلی نفرانی که حتی نماز نمیخوانند به خاطر تنبلی از دین خارج شدن، در حالی که به دوام آیت اگر نگاه کنید قالوا لم نک من المصلین و لم نک نطعم المسکین و كنا نخوض مع الخائضین و كنا نکذب بیوم الدین. بقیه صفات های هم هست، آنها نماز هم نمیخواندند، و کمبغلان کمک هم نمیکردند، مسخره هم میکردند دین و شریعت الله را، و این چنین
غوطه زده بودند در کفر و روز قیامت را آنها تکذیب می‌کردند. اینها یک چند از صفت‌ها را با هم آوردند که این همه صفتی که ها هست صفت نفرانی که از اهل جهنم هستند. اما جمهور علما که میگویند نه، کسی که نماز نمیخواند برای تنبلی و یا سهلنگاری یک بار او را کافر گفته نمی شود، برای اینکه از روی تنبلی نخواند و او اگر مبادای از دنیا رفت جنازه‌اش رو خوانده می شود، او را شسته می شود، برایش دعا کرده می شود و یک مسلمانی گناهگار حساب میکنیم. اینجا حدیثی که در ابو داود آمدگی هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خمس صلوات کتبهن الله علی العباد، یعنی پنج وقت نماز هست پروردگار برای شما فرض گردانید. هر کسی که این نمازها را ضایع نکرده بخواند در حقیقت او به الله عهد دارد، یعنی الله به او عهد کرده است که او را از اهل جنت میکند. ولم یأتی بهن فلیس له عند الله عهد، و کسی که این نمازها را نمیخواند او با الله هیچ عهد و پیمان ندارد. ان شاء عذبه و ان شاء ادخله الجنه، و اگر الله خواست او را عذابش میدهد و اگر نخواست او را داخل جنت میکند. با همین حدیث جمهور علما میگویند این حدیث که خودش در صحیح ابو داود آمدگی هست و حدیث رو امام البانی هم صحیح کردگی هستند و خودشون هم در این باره یک رساله دارند درباره ترک نماز کننده ها یا کافر هستند یا نه، و راجح میکنند که آنهایی که از روی تنبلی و از روی اینکه بعدن میخوانیم، یعنی کمی بعدن میخوانیم گفتن نخواندن، آنها از دین خارج کرده نمی شود و شتاب حکم کرده هم نمی شود. این همین حدیثی که اینجا الان گفتم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخر حدیث گفتند که اگر الله خواست او را عذاب میدهد، اگر خواست داخل جنت میکند. با این حدیث جمهور علما دلیل میگیرند که نه، نفرانی که مسلمان هستند و از روی تنبلی نماز نمیخوانند در حالی که آنها مرتکب گناه کبیرند، خیلی که گفتیم این معنیش این نیست که آنها گناهگار نیستند، مرتکب گناه کبیره که حتی بعضی از علما ابن قیم جوزی میگویند از دزدیدن و از دیگر گناه های کبیره، از خوردن مال حرام و ظلم دیگران، به نمازی بدتر است برای آن که آن گناهی که به نماز زیاد در قرآن و در سنت زیاد تاکید شده است و حتی در حالت های جنگ، یعنی حالت هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بین مسلمان و بین دشمنان اسلام در جنگ بودند، نماز بود، نماز خوف که آنها در همانجا حتی در صفها ایستاده نماز میخواندند. پس ترک کردن نماز این چیزی عادی نیست، بلکه گناهش از تمام دیگر گناه ها به جز شرک بالاتر می استد. و اینجا رو ببینیم که با همین حدیث جمهور علما میگویند این چونین با حدیث های دیگری که با همین معنا است، ولیکن تقریبا چون همه حدیث معنای شکست، من اینجا دیگرها را ذکر نمی کنم. پس اینجا هم امام مالک، هم ابو حنیفه رحمت الله علیه، هم امام شافعی اینها میگویند وقتی که یک نفر تنبلی کرده نماز نخواند و شما میدانید که او لا اله الا الله محمد رسول الله میگفت، همیشه میگفت شکر الله من مسلمانم، و همیشه درباره اسلام اگر چیزی میگفت او درباره مثلا قبر و درباره نماز جنازه و درباره نماز جمعه و از این چیزا یا میخواند یا میدانست و روزه هم میگرفت، اما نماز نمیخواند، او را یک باره از دین خارج شده گفته نمیشود. اما عجیبش در آن است که عزیزان اگر به کتاب های فقه جمهور علما که فقه مقارن هم هست الان، یا به کتاب های تنها به تنهای صاحبان مذهب نگاه کنیم، در نزد جمهور علما بجز امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نفری که حتی از روی تنبلی نماز نخواند به او 3 روز مدت میدهند که نمازت رو بخوان، و اگر او نه من نمازم را نمیخوانم گفت یا نخوان، دیگر او ایناد کرد، یعنی سرکشی کرد و حتی حکمش قتل است. یعنی مسئله اونقدر آسان است. و ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند او را در سجن، در زندان نگه میدارد و از زندان هرگز آزادش نمیکنید تا اینکه توبه کند. ولیکن شکر پروردگار اینها فقط قول هستند و این گونه مسلمان پیدا نشده است که هم نماز نخواند، هم باز زندانی شود، هم نمیخوانم گوید. مسلمان ها اگر به
خاطر تنبلی یا چیز دیگر نخواندن بعد از رسیدن حجت، یا اینکه بعد از اینکه به آنها از طرف قاضی مسلمان تهدید شد همیشه نمازشان را میخوانند. پس اینجا این مسئله از آن مسئله نیست که یک و یک باره شتابان دویده از پیش خود های آنهایی که نماز نمیخوانند آنها کافرند، آنها مشرکند و زنی که شوهرش نماز نمیخواند شتاب از او جدا شود، پدر و مادری که نمازخوان نیستند در حقشان دعا نکنید، به جنازه فلان به نماز نروید. به این چیزها نباید شتاب کرد، برای آنکه پیش از همه اولا بدانیم که سبب بینمازیش چی است، دوما مسئله را به دایره شریعت بیاندازیم که حدیث در این باره چی میگوید، سخنهای علما چی میگویند، برای اون که آره حدیث هایی که در اینجا فرق بین مسلمان و بین کافر نماز است، اینجا جمهور علما که میگویند او را کافر گفته نمی شود، میگویند این همون کفر نیست که کفر اعتقادی باشد، این همون کفر عملی است که در ما دو نمود کفر است، کفری که انسان را کاملا از دین خارج میکند و کفری که خودش عملش کفر باشد هم انسان را از دین خارج نمیکند. چگونه که نفاق یا منافقان هم دو نمود میشوند، شرک هم دو نمود میشود و این چنین جهل هم دو نمود میشود. اینها یک مسئله وسیع دیگری هم اعتقادی هم فقهی هستند. پس این حدیث هایی که اینجا آمده است معنایش به معنای از حد زجر کردن یا الکی قدم اول به طرف کفر نهادن است. و امام ابن قدامه هم در کتاب مغنیشان یک چند حدیث ها و سخن ها را اگرچه خودشان صاحب خودشان پیرو مذهب امام احمد حنبل هستند و امام احمد حنبل دو قول دارند در این مسئله. یک قولشان این است که در حقیقت انسانی که نماز نمیخواند او تماما مسلمان نیست، قول دیگرشان این است که او مسلمان است و مسلمانی گناهگار است که به او باید حد زده شود و توبه باید بکند و از این برگردد. و ابن قدامه میگویند تا همین روز همه میدانیم که نماز را مسلمان های زیادی از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع کرده ایده بودند که نماز را گاهی میخواندند گاهی نمیخواندند و همیشه همه را ما گفته نمیتوانیم که کاملا 100% در نماز پایبند بودند، ولیکن شما دلیل پیدا کرده نمیتوانید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشند که این نفر اگر نماز نمیخواند او را ببرید و این نماز خوانده نشود، او را کفن کرده نشود، او را نشسته شود. یعنی مادامی که آن انسان اگر گناهگار باشد هم اما شستن شخصی به نماز، کفن کردن، جنازه خواندن او از اول بود تا امروز هست و این را کسی انکار کرده نمیتواند و به این هیچ دلیل هم پیدا کرده نمی شود که یک نفری به نماز را فلان امام یا فلان علامه یا فلان قاضی مشهور که خیلی زیاد داریم گفته باشد که من جنازه اش را به خاطر بینمازیش نمیخوانم یا جنازه او را نخوانید و این دلالت کند که عموما این انسان از دین خارج می باشد. پس این مسئله خیلی که گفتم مسئله شخص بینماز از مسئله های جدی ترین در شریعت است. اگرچه ما مثلا نماز و زکات و روزه و حج رو همیشه این 4 فرض پی در پی با برابر شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله داریم، درباره زکات و درباره حج و درباره روزه تقریبا اختلاف وجود ندارد. یعنی تقریبا تمام علما اتفاق هستند که انسانی که اینها رو میداند که فرض است اما نمی کند گناهگار است، گناه کبیره است، اما از دین خارج نمی شود. اما مسئله نماز اونقدر مسئله جدی هست که حتی از زمان صحابگان و بعضی روایت می آورند از عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب و عمر ابن خطاب که این صحابگان هم نفرانی به نماز رو می گفتند شخصی که نماز نمی خواند او رو مسلمان گفته نمی شود، برای اون که یگانه این اسلام بود که ما با آن حکم کردیم، ببخشید نماز بود که با آن حکم کردیم. اما بقیه علما و بقیه صحابگان و این چنین مذاهب دیگر چگونه که گفتیم با حدیثی که در ابو داود آمده است دلیل میگیرند که او گناهگار است و اما او را از اسلام خارج نمی شود. پس به هر طرف نگاه کنیم هم مسئله با این
نظر که مسئله نماز علل خصوص در وقتهایش خواندن، با خشوع خواندن و کار دنیا و یا یگان مشغولیت دیگر دنیا را از نماز افضل دانستن، این بدترین گناه در شریعت است. یعنی نفری که تمام کاری خیر دارد، همه کاری خیر دارد، اما نماز نمیخواند، از روی شریعت آن عملهایش دو پول است. به گفته خودمون هیچ قدر و قیمت ندارد و هرگز نه، من هرگز حق مردم را نخوردم، من چیز دیگر نکردم، اما من نماز نمیخوانم و به این چیز هم خیلی فخر کردن. ببخشید، آره، در نزد انسانیت، در نزد همدیگر شاید فخر شما قبول باشد، اما از روی شریعت اسلام که ما خود را مسلمان میدانیم و باید از روی شریعت صحبت کنیم، اینجا از روی شریعت هر کسی که از نماز بخبر است و هر کار خیری دیگری که میکند، دیگر آن کارهای خیری او در نزد الله تماما قدر و قیمت ندارد، برای آن که اولین چیزی که محاسبه میشد در روز قیامت این از نماز انسان است که اگر نماز او صالح باشد، در وقتهایش در جایش باشد، بقیه عملی او هم است. نه اگر نماز او در جایش باشد، دیگر بقیه کارهای او هیچ ارزش ندارد. به مسئله بینمازی علل خصوص به خویش و تبار بینماز عزیزان، نفرانی خیلی زیاده رو میشنوم که فقط به خاطر یک نصیحت از ته دل شده، یعنی نصیحتی که از قلب برآمد و ما هم میدانیم که مثلا برای مثال اگر خواهر من بینماز است، بینمازی او به من هیچ ضرر نمیرساند. اگر از او طلب نماز کنم، اون هم به خاطر آن که دل من به او میسوزد و به خاطر آن که او خودش را نجات دهد. و علاوه بر این درباره به سلامتی انسان نماز چقدر فایده دارد، به آرامی اعصاب چقدر فایده دارد و این چنین انسان را چقدر صبور میکند، با صبر میکند، انسان را چقدر یگانه در نزد پروردگار خود سرخم کردن و تذلل کردن و در نزد یگان مخلوق دیگر خود را بیچاره و خوار نکردن، اینها رو ما در نماز می آموزیم. اگر من بدانم که از نماز خواهرم برای من فایده هست، این مسئله دیگر است. یعنی اگر چنان دعوت شود، چنان فهمانده دهیم به خویش و تبار خود، به همسایه خود، به عزیزان خود، نه به خاطر اینکه از نماز او ما فایده میگیریم، نه مقصد ما نجات خود او هست، فایده گرفتن خود او هست. مقصد ما این است که او با نمازش در دنیای در آخرت فایده گیرد. باور کنید وقتی نصیحت با سوزش از قلب میبراید، همانا به قلب دیگران میچسبد. برای همین ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و موعظه الحسنه میگوید الله، یعنی با بهترین موعظه اگر پند و نصیحت کنیم. اما بجای اینکه درباره خود فرضیت نماز، درباره اینکه نماز چه مکانت در شریعت دارد، چه فایده های برای روح و جسم انسان دارد، بجای این را گپ زدن دویده برآمده های نمازی که نمیخواندید شما مسلمان نیستید، هرگز گمان نکنید که نماز نمیخوانده ها اونها جنازه اشان روا است و از این چیزها گفته شود. عزیزان، نفری که 40 سال نماز نخوان میگوید دیگر 40 سالی عمرم که با کفر گذشته است، 20 سال دیگرش هم بگذار برود. یعنی بعضی ها از روی عناد و سرکشی خود این را قبول نمیکنند. برای همین مسئله که مسئله شرعی هست، اون هم خیلی حتی آنقدر جدی هست که علمای اسلام اهل سنت بین هم اختلاف دارند که بینماز مسلمان است یا نه، فرق نکرده بینمازیش به خاطر تنبلی است یا چیز دیگر. و این مسئله باید خودی هر خواهر و برادر نمازخوان اهمیت دهد. سپس طریقه دعوت رو هم با بهترین دعوت شروع کنیم و وقتی که خیلی که گفتیم، اگر سوزش ما رو فهمیدن، اگر اون طرف از صاحبان عقل و خرد باشد که قبول میکند، اگر قبول هم که نکرد، دیگر لست علیهم بمسیطر، هیچ پندهنده کسی را اجبار نمی کند. قبول که کردن که خوب، قبول نکردن حواله شان به الله می باشد. و حالا باشد به قسم سوال ها می گذاریم که می بینیم که سوال ها در این بار چگونه آمدن و انشاءالله در جواب هستیم و می توانید عزیزان سوال های خود را از طریقه واتساپ و یا چت یوتیوب روان کنید. سوال یکم، شخصی بینماز خوراک پخته باشد آیا خوردنش جایز است یا نه؟ عزیزان، خوراک در مسئله خوراک خوردن به شخصی که پزنده خوراک است هیچ رابطه ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی به زن یهودی که گوسفند کشته پیامبر را دعوت کرده بود و در آنجا زهر انداخته بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم تا دم مرگ میگفتند که طعم آن زهر در دهان من هست رفته بوده. و اگر به خانه‌اش رفتید
یا اینکه به نماز به خانهتان آمد یا در خانه شما خوراک آورد یا به خانهش رفتید خوراک خوردید باکی ندارد. یعنی به نماز نجاست نیست اون انسان که بگوییم او به نماز است. یگانه درباره اینکه دیگر کارهای ثوابی او قدر دارد یا نه این مسئله اختلافی است و جمهور علما میگویند همه عملهایش قبول است اما او گناهکار است. درباره گوشت هایی که به بسم الله کشته شدن یا حیوان هایی که چنان ذبح کرده شدن که ما نمیدونیم که آیا همان سه شرط اساسی را در وقت کشتن حیوان رعایت کردن یا نه، یا اینکه خوراک هایی که ما نمیدونیم که آیا این انسان به داخلش یگان موادهایی که در شریعت حرام است مثل اون چیزی که یعنی هر چیزی که از خوک گرفته شده است مشتقات خوک میگویند، یا اینکه یگان نمودی سپیرت یا چیزهای دیگر. انا این گونه انسان ها اگر شک داریم و میدونیم که همین انسان از حلال و حرام یگان خیلی پرهیز نمی کند، حسیب باشد، کلبسه باشد، چیزهای دیگر باشد میگیرد میپزد در خوراک می اندازد و از گوشت هم یگان خیلی پرهیز نمی کند، گوشت مسیحی باشد، گوشت های باشد که عموما ما نمیدونیم که با بسم الله کشته شد یا نه آورده میخورد، نه به خاطر بی‌نمازیش، به خاطر اون که خوراکایی که این تیار میکند ما شک و شبهه داریم و اون هم با دلیل، برای اون که گمانی بد کردن بدون دلیل یک نفر را متهم کردن این بهتان است، گناه کبیره است تهمت کردن. لیکن ما دلیل داریم که این انسان پرهیز از حلال و حرام نمی کند، در اینجا خوراکش را خورده نمی شود. اما میدانید که اگرچه نماز نمی خواند در مسئله حلال و حرام که خیلی زیاد نفران در تاجیکستان به این اهمیت میدهند، میدانند که گوشت خوک تماما حرام است و چیزهای دیگر، در اینجا به نماز خوراک پختنش یا حتی به بسم الله خوراک پختنش حلال است و باکی ندارد. اگر پدر و مادر نمازخوان نباشد هم صله رحم واجب است یا نه؟ اگر پدر و مادر مشرک باشد هم حتی صله رحم واجب است. و حدیثی که اسماء دختر ابوبکر صدیق در صحیح بخاری است، در صحیح مسلم است، وقتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که مادری من مشرکه هست و او میخواهد که با من رفت و آمد کنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند سیلی امکی، تو با مادرت رفت و آمد کن، در حالی که مادری اسماء مشرکه بود و پدر و مادر یگانه در وقتی به گناه کبیره دعوت کردن و یا به شرک دعوت کردن اطاعت نمی شود. در غیر این اگر مشرکه باشد هم بی نماز باشد هم، و آیت ها درباره مادر سعد ابن ابی وقاص خیلی زیاد است که در قرآن کریم وقتی که آنها میگویند که از پیامبر روی گردان آیت نازل می شود و به صاحب هم فی دنیا معروف و هرچی باشند هم در دنیا با آنها معامله خوب داشته باش، و این آیت پروردگار است. پس پدر و مادر بی نماز باشند هم حتی به بعضی کارهایی که در حقیقت گناه کبیره است و شرک است قدم میزنند و شما هرچی گویید هم قبول نمی کنند، آنها به گناه خود جواب می دهند و ما صله رحمی که پروردگار به آن امر کرد باید آن را همیشه پابرجا داشته باشیم. بجز پدر و مادر، خاله و تقا و عمک و دیگر هر خویش و تباری که حتی بی نماز باشند هم آنها حق صله رحم را دارند و به خاطر گناه آنها یا بی نمازی آنها یا اگر یگان خواهر مسلمان شده باشد و پدر و مادر مسیحی داشته باشد به خاطر مسیحیت با آنها قطع رابطه کردن این گناه کبیره می باشد. سوال دیگر، من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، حدیث پیامبر. این حدیث را از کتابچه 500 حدیث از یاد کرده بودم. آیا این حدیث دروغ است؟ اگر راست باشد چرا به نماز را به کفر حکم میکنند؟ الحمدلله مسلمانیم، ان شاء الله جنت میرویم. همتونه می نوشتن آخرش به باز. درباره من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه با همین معنا حدیث ها زیاد است و این حدیث ها یگان تاش دروغ نیست، ولیکن مسئله در این است که آیا نفری که لا اله الا الله گفت و دیگر یگان عمل را نکرد، یعنی یگان عمل نکرد، فقط لا اله الا الله گفت، نه نماز خواند، نه روزه گرفت، نه اینکه مثلا زکات داد، یگان کاری خوب نکرد، با همین داخل جنت می شود کفایه است یا نیست؟ البته لا اله الا الله شرط شروط را هم دارد و لا اله الا الله هم قول است، هم عمل است، هم اعتقاد است. یعنی با گفتن این آن عمل هایی که هر کسی که لا اله الا الله میگوید انجام باید داد و عمل ها را همش را در قرآن کریم و احادیث به ما صاحب شریعت پروردگار
پروردگار یکتا فهمانده است که برابر لا اله الا الله گفتن باید ما نمازمان رو خوانیم، روزه‌مان رو گیریم، شرایطمان باشد به حج رویم، به حلال خوری و دیگر از حرام پرهیز و اینها. یعنی فقط با همین رو گفتن من مسلمانی کاملم گفته نمی شود و این لا اله الا الله محمد رسول الله باید هم قولی هم عملی هم اعتقادی انجام شود. سوال دیگر، یک همسایه ما در یک سال 2 بار وقتی نمازهای عید مسجد می روند، دیگر وقتها مست و الست می گردند. همین آدم مسلمان هستند یا نه؟ پیش از همه حتما قطعیشان صحبت کنید، برای اینکه یک نفر رو برای به کفر حکم کردن حتما باید دلیل مثل آفتاب روشن داشته باشیم. همراهشان صحبت کنید. اگر گفتن که من نمازم رو آینده می خوانم و الان شیطان وسوسه هم میکنه، در نزد جمهور علما مسلمان هستند، اما درباره مستی عرق خوردن گناهی کبیره است. عرق را حلال دانستن، یعنی دلیل عرق را میدانند که حرام است، باز حلال میدانند، این مسئله اتفاقی است. این نفر رو مسلمان گفته نمی شود. ولی که میگن که میدانم عرق حرام است، به نفس خود زوری کرده نمیتوانم، من همین گونه یک انسانی پست و ضعیفم برابر نفسم، در اینجا این انسان را به خاطر عرق نوشیدن هرگز به کفر حکم کرده نمی شود، مگر اینکه این انسان عرق را حلال داند و دلیلی که درباره عرق هست گفته شد و آن را پسند نکند، یعنی قبول نکند. سوال دیگر، شوهر عرقخور و بینماز باشد چگونه به نماز دعوت کردن ممکن است؟ یگان راهش حسمیانه. پیش از همه خیلی سوال مهم است. این مسئله رو به هر خواهری که نمازخوان هستند و یا به هر یک پدر و مادری که خودشون از اهل نماز هستند خیلی از ایشون خواهش داشتم، برای اینکه همین سوال خیلی زیاد می آید. پیش از دختر خود را با کسی فاتحه کردن و یا به شوهر دادن این مسئله را جدی فکر کنید، برای اینکه خواهران زیادی هستند که میگویند با وجود اینکه پدر و مادرم خودشون نمازخوان هستند و میدونند که من اهل نماز هستم، مرا به عائله دادن که در آنجا کسی نماز نمیخواند، یا مرا به عائله دادن که در آنجا فقط پدری همون عائله نماز میخواند و خود داماد نماز نمیخواند. و بعضیا میگویند به ما این داماد نمازخوانگویان خواستگار شدن، بعداً فهمیدیم که دروغ بوده است. یعنی وقتی که یک خواهر مسلمان نمازخوان با یک برادری بینماز زندگی میکند، این برای یک نمازخوان خیلی یک درد است. گفتیم یک نمود عذاب و اذیت هست که دیده و دانسته در برد نفری باشد که نماز نمیخواند، اون هم نمازی که چگونه که گفتیم برای تاریک نماز اولا وعده جهنم است که از همه گناهی بدتر است، دویمش بعضی از علما حتی از دین او را خارج میکنند. برای همین در وقت حتی به خواستگاری آمدن هم جدا باید پدر و مادر پیگیری کنند که آیا وقتی میگویند نمازخوان است این داماد راست است یا دروغ، برای اینکه به نزدیکی بود خواهرک میگوید به من آمده قسم خورده بودن و من با خود داماد هم صحبت کرده بودم، گفته بود به نمازم، پس از شوهر کردم فهمیدم که تماما به جز نماز عید، نماز یا جنازه دیگر هیچ نمازی نمیخوانده است، به گردن هم گرفتنی نه و الکی من عروسک و دیگر نمیدونم زندگی دوامش چی میشد. چیز دیگر درباره شوهری که عرق میخورد، یا ببخشید شوهری که عرق میخورد و بینماز است، اولا باید بدانیم که چند سال است که زندگی میکنید و آیا از اول زندگی این چنین است و یا اکنون شروع کرد و خود سوال کننده آیا خودتون از اول نمازخوان بودید یا نه اکنون نماز رو شروع کردید. بعدن بعضی می شود که به شوهر خودتون، بعضی زنهایی هستند که در حقیقت تاثیرشون به شوهر میرسد با اراده قوی، البته با توکل به پروردگار و با اسلوب های حکیمانه، برای اینکه همیشه علم و دعوت باید با حکمت باشد. وقتی علم هست یا اینکه اسلوب صحبت و سخنروی است اما حکمت نیست، همه جا رو ولنگار میکنید. برای همین همیشه در قرآن کریم هم وقتی که درباره پیامبر و یا درباره علم و درباره کتاب می آید و یعلمهم الکتاب و الحکمت، کتاب و حکمت با هم می آید، یعنی زنی که در حقیقت حکمت را می داند و سخن را در کجایش استفاده کردن را می تواند، شاید در اصلاح شدن شوهرش تاثیر داشته باشد. برای همین اگر من خودم دعوت کردنی هستم گفتید، حتما باید هم
از نصوص شریعت که درباره نماز چی میگوید و هم اسلوب سخن کردن رو که شوهر شما کدام نمود اسلوب سخن کردن رو میپذیرد که این رو باید زن خودش بداند و هم طریقه گفتن که با کدام طریق بگوییم او قبول میکند یا قبول نمیکند استفاده کنید. اما همش رو کردید و نشد، بعد از این حوالش به الله یا اینکه از او طلاق میگیرید که زن مسلمان اساسا زنهایی که خیلی ایمان قوی و طیبه هستند با این گونه مردها دوام زندگی خود را نمیبینند، یا اینکه دیگر صبر میکنید اگر گفتید فرزندهای زیاد دارم و اگر از این مرد جدا شدم فرزندها ضایع میشوند و همشان دیگر بی سر پناه میمانند. سوال دیگر، شما دین ما آسان است گفتید، خریستیان ها یک هفته یک بار می روند کرستیت کرده می روند، ما یک روز 5 بار طهارت میکنیم نماز میخوانیم، برای نشستمان قاعده هست، برای خستنمان، برای خوابمان، کارمان، حتی حاجت خانه رفتن قاعده است. یک عمر فکرتون بند به خطا نکنم و قاعده و عبادت اجرا کنم میگذرد. چه خیلی آسان است. برای چه خیلی آسان بودن سوال کننده عزیز، اولا در شریعت هر چیزی که قاعده هست اون قاعده ها تقسیم می شود. قسمی هست که فرض است حتما باید انجام دهید و هیچ فرضی نیست که بر ضرر مسلمان باشد. 5 بار طهارتی که برای نماز میکنید اولین شده برای سلامتی خودتون فایده دارد و همین کرونا ویروسی آخر دیگر اثبات کرد که در کشورهای مسلمان تقریبا از کرونا ویروس کسی نمرد، اون هم به خاطر اون طهارت هایی که میکنند و بینی و دیگر دهان خود را میچکانند و میشویند و دست و روی خود را میشویند. یعنی طهارتی میکردگیتون اولا برای فایده خودتون و برای طریقه مثلا خم و راست شدن که در نماز فرض است، طریقه سجده و رکوع، اینها هم اول شده و جز اینکه عبادت پروردگار است و شما با این عظمت پروردگار رو میشناسید خاکساری خود را و دیگر در برابر دیگر مردم چگونه مثل شما انسان هستند و نباید به آنها خواری و زاری کنید. سلامتی خود برای هم میان و هم درد سر و هم جسم شما فایده دارد که مردم شما که اگر 5 بار نماز خوندید تقریبا 15 دقیقه وقت رود، مردم 2 ساعت بعضی‌ها به ورزشگاه میروند و در آنجا به خاطر اینکه اعصابشان دم گیرد یا کمی میانی آنها حرکت کند و از درد کمر خلاص شوند مشغول میشوند. یعنی فرض‌هایی که در شریعت این قاعده ها حتمی است و نکردهش گناهگار می شود، شما همه آنها را وقتی کردید حتما برای شما به سلامتیتان هم در دنیا هم در آخرت هم فایده می رساند. اما قاعده های دیگری هست، مثلا طرز خواب کردن، طرز مثلا به حمام یا حاجت خانه رفتن یا طرز مثلا یک نمود نشسته خوراک خوردن، اینها همش از مستحبات است. کردید ثواب میگیرید، نکردید گناهگار نمیشوید. اونهایی که گمان میکنن دین خیلی مشکلی است به سبب اون که از دین خودش آگاه نیستن. اما اگر شما از دین آگاه شدید میبینید که قاعده های زیادی رو پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون یک انسان کردن، شما کردید هم نکردید هم می شود. قاعده های زیادی رو کردن که اگر کنید ثواب میگیرید، نکنید گناهگار نمی شوید. اما فرض های هم هستند که خیلی اندک هستند و آنها رو کردهتان هم ثواب دارد و هم برای سلامتیتان هست. و اینجا وقتی درباره خریستیان ها میگوید دوامش رو هم میبینیم که خریستیان ها خودشون اگر در دین خودشون ثابت باشند از ما خیلی خیلی پیشرفت میکردن، ولیکن خریستیان ها دین خود را تبدیل داده هستند، سخنان پیامبرشون عیسی را تبدیل داده هستند. هرگز گفته نمی شود که این خریستیان هایی که حاضر هستند در دین خود در آسانی هستند. اما برای اینکه در شریعت فهمی خطا دارید یا سوال کننده ای که همین نمود سوال رو در حقیقت جدی دادگی هستند خیلی مشکلی درباره فهم شریعت دارید، باید که در این مسئله خیلی وسیع تر به کتاب ها به سخن های علما نظر کنیم و علل خصوص در زمان اینترنت که خیلی زیاد کتاب ها رو، من نمیگم این رو گوش کنید آن رو گوش کنید، نه، به خود کتاب، به خود قرآن کریم، به خود حدیث پیامبر دست بزنید اولا و میفهمید که چقدر دین ما آسان است، هم برای خود ما هم برای جامعه. و یک نفر مسلمان اگر در حقیقت از روی شریعت زندگی کند به خاطر برکت همان مسلمان تمام اهل عائله و همسایه و حتی یک محله در امان میمانند. سوال دیگر، در دنیا آدمی از اسلام و نماز بیخبر هم باشد می یا نه؟ در دنیا این گونه انسان ها هستند. برای آنکه
دنیایی هست که مثلا تاجیکستان خودمون، من شخصا با خواهر زیاد صحبت کردگی هستم، میگویند من پس از 20 سالگی از نماز به خبر شدم، بعد از خودم به خبر شدم مادرم رو هم به خبر کردم، برای اون که در یک عائله بزرگ شدم که عموما مثلا از آدمای دولت و دکتر و دیگر معلمه بودند و به کار میرفتن، به خانه می آمدن، مکتب بود، از نماز و از روزه کسی به ما خبر نداد. از اسلام همه با خبر هستند، اما نماز که فرض است نخواندید گناهکار میشوید، باید این گونه خوانده شود و جزای بی نمازان چیست. انسان هایی هستند که در حقیقت معذور هستند و نمیدانند. این گونه انسان ها رو اگر من به چشمم نمیدیدم به این چیز باور نمیکردم. یک حدیث خوانده بودم، عربیش این خیل است: تارک الصلاة لا یکون من امتی ماله حرام ولده حرام سلام علیه حرام فهو ملعون فی التوراة والانجیل والزبور والفرقان اولئک هم الکافرون. این حدیث راست است یا نه؟ حدیث گفته شده است. این گونه حدیث وجود ندارد و این رو من میتوانم برای شما کفالت دهم که این گونه حدیث که تماما کسی که نماز نخواند دیگر ملعون باشد و مالش و همش حلال باشد، این گونه حدیث وجود ندارد. اگر همین گونه حدیث وجود داشته باشد پیدا کنید، با زبان عربیش کتابش رو ببینیم و بدونیم که تارک الصلات به کدام معنی است. آنهایی که تنبلی کرده نمیخوانند یا اینکه عموما انکار کرده. لیکن به هر حال به همین حدیث تا هنوز که خیلی به تقریبا تمام کتاب های سنن دست زدم ندیدم که همین حدیث با همین لفظ وجود داشته باشد. آیا سحر به نماز بامداد از خواب خسته نتوانید ترک کننده نماز حساب می شوی یا نه؟ الحمدلله این مسئله وسیع است که پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تفریط فی النوم میگویند، یعنی نفرانی هستند که به خاطر آنکه نه تنبلی کردن، به خاطر اینکه در حقیقت نتوانستند بیدار شوند یا اینکه خیلی خیلی خسته بودند یا سبب دیگر که انسان است گاهی در خواب میماند، در اینجا انشاءالله که تارک الصلات نمیشوید، ولیکن همون لحظه ای که از خواب بیدار شدید باید نماز بامداد را فرضش را بخوانید. سوال دیگر: من در حکومت کار میکنم، نماز پیشین و عصرم رو خوانده نمیتوانم، میروم پیش از نماز شام و بعض پیش از نماز خفتن فرضهایش رو خوانده بعد خفتن میخوانم. مسجد رفته نمیتوانم، خبرکش ها آدم حکومت نماز میخواند گفته خبر میدهند. من از تنبلی نه از نبودن شرایط نمازهایم رو علاج در وقتش خواندن ندارم، گناهکار میشوم. یک دامولای سلفی گفت که تو به همین در حکومت کار کردنت کافر و مرتد شده ای. مرتدیش چی بود است نمیدانم، خواهش همین مسئله رو گپ میزدید. پیش از همه معنای مرتد این است که نفری که مسلمان است یک عملی کفری رو اعتقاداً کرد و آن را دیگر مثلا نماز رو کاملا انکار کرد در حالی که میداند یا من دیگر مسلمان نیستم گفت یا پیامبر رو تهمت کرد، یعنی از اسلام روی گردانید و دیگر با اسلام دشمنی رو آشکار کرد. این را مرتد میگویند آنهایی که از دین خود گشتند. چیزی دیگر من اینجا نمیگویم که شما دیگر با همین کارتان کافر شده در حکومت کار کردن، لیکن در حقیقت در همین روزه حکومتی که امروز داریم و اینجا خیلی خوب میشد اگر ساحه کارتون رو می نویسید که با آن حکم کردن آسانتر میشد، یعنی مسئله رو وسیع دیدن اگر شما در کدام قسمش کار میکردید، برای اون که در حکومت هم یک چند جایهایی هست اگر گفتید من مثلا در قسم کار میکنم که فقط کمکم به مردم میرسد یا در جای کار میکنم که بر علیه مردم برعکس پولهای مردم رو جمع میکنم، مردم رو غارت میکنم، یا در جای کار میکنم که تا حد توان برای به مردم ظلم نشدن کمکم رو میکنم، این مسئله وسیع‌تر میشد. اما اگر در جای کار میکنید که برای نماز وقت ندارید، یعنی آنچنان شرایطی هست که شما نماز پیشین و نماز عصر رو تقریبا همیشه قضا میکنید، در این مسئله در حقیقت این کار نه برکت دارد و گناه هست، گناهش هم گناه سنگین است. یعنی درباره مؤمنان الله میگوید هرگز مؤمنان را نه تجارتشان نه کار و بارشان از نماز و از ذکر الله باز نمی دارد. و چگونه که گفتم صحابگان پیامبر و پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی در سفر و در بیماری و در وقتی که با دشمن در نبرد بودن نمازهایشان را می‌خواندند و درباره نماز خوف، نمازی که در جنگ هست و خوانده می شود در ما آیت قرآن کریم است. برای همین مسئله نماز مسئله خیلی مهم است. اینجا حتما باید به این نگاه کنید که جایی باشد که در آنجا نماز خوانده شود، وگرنه
جای کار را ترک باید کند. هر مسلمانی که میداند در اینجا کار را دوام دهد دیگر نمازش همین خیل قضا شده رفتن میگیرد، باید به خاطر الله آن کار را ترک کند، جایی را پیدا کند که او میتواند فقط 2-3 دقیقه وقت پیدا کرده نمازش را خواند. اما مسئله کار کردن چه خیلی که گفتم، در کجای حکومت کار کردن و آیا جایی که شما کار میکنید در آنجا به گناه آلوده میشوید و به ظلم شریک هستید، البته این گناهی کبیره است و به آنها راضی شدن از آن هم بدتر است. من یک باره به کفر هرگز کسی رو حکم نمی کنم، لیکن اگر گفتید من تا حدی توان در جایی هستم که کمکم به مردم رسیده ایستاده است، یعنی خواهر بقربی گفتن که یک برادر هستند، خودشان نمازخوان هستند، همون نفر در داخل همون تیار کردن حجت ها اگر نباشند اکثریت برادران نمیتوانند حجت گرفته به روسیه بیایند، برای اینکه بسیاری ها رو ممنوع الخروج کردگی هستند. یعنی بعضی برادرها در بعضی جایها کار میکنند که اونها کمکشون به زیادی ها میرسد، خیلی زیادی ها کار میکنند. و به یاد آوریم قصه فرعون رو و مردی که در بین فرعون بود و کار میکرد و در آنجا بود و به خاطر اینکه او شنید که فرعون میگوید من قصد جان موسی را دارم، او دویده آمده به موسی خبر میدهد و سبب خبر دادن او که او خودش ایمانش را یکتم ایمان نگفته آمدگی در قرآن هم ایمانش را پنهان کرده در داخل ظالمان بود، اما مقصدش آشکار کردن ایمانش و کمک کردن به مسلمان ها بود. ذکر او را همچون یک شهید، یک قهرمانی توحید در قرآن آمدگی هست. یعنی من جای کار میکنم که در حقیقت کمک من به مردم رسیده ایستاده است، من تا حدی توان در داخل ظلم اما رفع ظلم کرده ایستادم، مسئله دیگر نه. اگر گفتید که نه در ظلم شریک هستم، در خطای اینها شریک هستم، به کسی هم کمکم نمیرسد، حتی نمازهایم هم قضا 100% در آنجا نباید کار کرد و بهترش این است که راهی را انتخاب کنیم که عمر هم کوتاه است، فرصت هم کم است، برای خودمان هم برای عائله هم برای نجات خودی شخصا در دنیا و در آخرت برای خود یک راه دیگری رو پیدا کنیم. اینجا عزیزان به پایان برنامه می رسیم. مسئله های دیگری هست که چگونه بین بدعت و بین سنت و شریعت ما جدا کنیم و چگونه می توانیم نفرانی که خودشان مثلا اهل بدعت هستند با آنها مراسا کنیم و آیا نماز خواندن در پس بعضی از امام هایی که آنها خودشان از امام هایی هستند که در بدعت های خود یا در خرافات خود پایبند هستند و عموما وقتی رفتن حتی جوان های اهل سنت، حتی جوان هایی که طبق مذهب حقیقی ابو حنیفه رحمت الله علیه نماز میخوانند دشمنی میکنند یا بعضی از مسئله های دیگر. این مسئله هایی هست که با هم دیگر گفته گذاریم برای آنکه همه مسلمان هستیم و موضوع مهم است. ان شاء الله در برنامه های دیگر در هم ترازوی عمل هم برنامه آستانه که برنامه اساسا خانوادگی هست و روزهای دوشنبه می شود همراه شما عزیزان هستیم. تشکر از آن که با ما هستید، پیگیری برنامه های ما رو دارید و انشاءالله داخل شده بعداً گوش میکنید. در پناه الله یگانه باشید. پروردگار هم خودتان هم اهل عائلتان را از تمام گناه ها و این چنین واقع شدن به گناه ها علل خصوص به نمازی خودش نجات دهد و توفیق از جانب پروردگار است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. هر هفته روز دوشنبه ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه در کانال یوتیوبی پیام تیوی